نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است. هر سال یکی از چند ناوگروه اعزامی به آبهای آزاد و بین المللی در کنار انجام مأموریت عملیاتی و اطلاعاتی به اجرای آموزش‌های علمی دریانوردی در قالب کارورزی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی رحمت الله علیه نوشهر اختصاص پیدا می‌کند. ناوگروه 33 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از همین ناوگروه هاست که در 1 بهمن ماه سال 1393 به سوی محل مأموریت اعزام شد. اوایل بهمن ماه سال گذشته ناوشکن جمهوری اسلامی ایران شهید دریابان نقدی به همراه ناو پشتیبانی رزمی جمهوری اسلامی ایران بندرعباس با ظرفیت 174 نفر دانشجو به همراه کارکنان این دو واحد شناور نظامی، اعم از استادان و گروه فرهنگی و رسانه‌ای اسکله منطقه 1 دریایی را به محل مأموریت که از پیش تعیین شده بود ترک کرد. آشنایی با فرهنگ دریایی، زندگی در دریا، دریانوردی در آبهای اقیانوسی و بین المللی در زمانهای طولانی و بازدید از مراکز آموزشی کشورهای محل پهلوگیری از اهداف عمده و مهم این ناوگروه ها به شمار می‌رود. در بنادر کشورهای خارجی و رساندن پیغام صلح و دوستی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتباط با کشورها از برنامه‌های مورد توجه ناوگروه‌های رزمی، اطلاعاتی و آموزشی از جمله ناوگروه 33 ملاقات‌هایی که با فرماندهان عالی رتبه کشور سریلانکا انجام شد، همه آنها به قدرت بالای دفاعی و نظامی ایران اذعان داشتند و همیشه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک الگوی دفاعی که در مقابل دشمنان بزرگ ایستاده دانستند. ناوگروه 33 صبح روز 23 بهمن ماه پس از 3 روز پهلوگیری در بندر کلمبو واقع در سریلانکا این بندر را ترک کرد و پس از 15 روز دریانوردی صبح 8 اسفند ماه به آبهای اندونزی. ناوگروه اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح روز 4 فروردین ماه در بندر کوچین هندوستان پهلوگیری کرد. سرانجام پس از 77 روز دریانوردی، ناوگروه اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی 33 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن شهید دریابان نقدی و ناو پشتیبانی رزمی بندرعباس 18 فروردین ماه به مأموریت خود پایان داد و در بندرعباس پهلو گرفت.